دختر نارنج و ترنج. پادشاهی بی بچه نذر کرد که اگر خدا بهش یک پسر بدهد او هم هر سال یک حوض عسل و روغن به فقیر و فقرا بدهد. خدا هم پسری به او داد. پادشاه هر سال یک حوض از عسل و روغن پر می کرد. مردم هم می آمدند و ظرفهایشان را پر می کردند. 20 سال گذشت. سال 20 پادشاه مثل هر سال نذرش را ادا کرد. در این موقع پیرزنی آمد و به پسر پادشاه گفت من عسل و روغن می خواهم. پسر گفت ننه جان تمام شد. پیرزن گفت حالا که اینطور است الهی گیر دختر نارنج و ترنج بیفتی. پسر هم ندیده و نشناخته عاشق دختر نارنج و ترنج شد و به رسم آن زمان رفت توی اتاق 7 دربند و خودش را زندانی کرد. پدر و مادرش کنیزی را فرستادن پیش او، گفتند بپرس کدام دختر را می‌خواهد تا ما به خواستگاری برویم. پسر پیغام داد که من دختر نارنج و ترنج را می‌خواهم. رفتن پیرزن را آوردند. پادشاه پرسید این دختر نارنج و ترنج کی هست؟ پدرش کیست؟ مادرش کیست؟ پیرزن گفت دختر نارنج و ترنج دختر شاه پریان است که به شکل نارنج و ترنج به درخت آویزان است و چیدنش هم کار هر کسی نیست. ولی من 7 برادر دیوزاد دارم. شاهزاده باید از آنها بپرسد. شاهزاده سوار بر اسب شد و یک خرجین طلا و جواهری که پادشاه داده بود برداشت و راه افتاد. رفت تا به پیرمردی رسید که هم دیوزاد بود و هم آدمی زاد. پیرمرد پرسید کجا می روی؟ پسر گفت دنبال دختر نارنج و ترنج. گفت بیا و از این کار بگذر. این راهی که تو می خواهی بروی راه برو برنگرد است. شاهزاده یک مشت طلا و جواهر به پیرمرد داد و گفت تو راهش را به من بگو، باقیش با خودم. پیرمرد گفت برو از برادرم بپرس. همینطور یکی یکی برادرها مشتی طلا و جواهر گرفتند و پسر را به سراغ دیگری فرستادند تا 7مین پیرمرد که گفت باید به فلان جا بروی. درختی هست پر از نارنج و ترنج که 7 دیو از آن محافظت می کنند. قبلا هم 7 پوست گاو و شیره و 7 پوست گاوک تهیه کن، چون زیر درخت جوی آبی هست که غذای دیوها از آنجا به دستشان می رسد. تو 7 پوست آهک و 7 پوست شیره را بیانداز توی جو. وقتی دیوها آن را خوردند میخوابند. تو 1 2 شاخه چوبی فراهم کن. بعد نزدیک درختها توی چاله‌ای بنشین و با 2 شاخه نارنج بچین. مبادا با دست این کار را بکنیم. شاهزاده هر آنچه پیرمرد گفت انجام داد تا جایی که 2 شاخه را انداخت به 1 نارنج و آن را چید. نارنج های دیگر جیغ کشیدند آی چید، آی برد. یکی از دیوها سرش را بلند کرد و گفت کی چید، کی برد؟ گفتند چوب چید، چوب برد. گفت چوب نمیتواند بچیند و ببرد. پسر 3 تا نارنج چید و هر 3 بار جیغ نارنج های دیگر درآمد. شاهزاده به طرف شهر راه افتاد. بین راه با چاقو کمی از پوست یکی از نارنج ها را برید. یک دختر زیبا از آن بیرون آمد و گفت آب. شاهزاده گفت اینجا بیابان است، آب کجا بود؟ دختر گفت نان. شاهزاده گفت اینجا نان پیدا نمی شود. دختر گفت پس خداحافظ. دختر دومی هم که از نارنج دوم به همان طریق بیرون آمد، چون آب و نان نبود مرد. اما قبل از مردنش به پسر گفت تو خواهر مرا کشتی، مرا هم می‌کشی. مواظب باش خواهر دیگرم را نکشی. جایی سر نارنج را باز کن که هم آب باشد و هم نان. شاهزاده ناراحت شد، اما هنوز 1 نارنج دیگر داشت.
رفت تا به یک آبادی رسید. نان خرید و سر چشمه‌ای رفت. با چاقو کمی پوست نارنج سوم را برید. دختری مثل پنجه آفتاب جلوش نشست. گفت آب. شاهزاده به او آب داد. گفت نان. شاهزاده نانش داد. بعد دختر را ترک اسب گذاشت و علی را یاد کرد و به طرف شهر آمد. نزدیک شهر که رسیدن شاهزاده گفت خوب نیست که بی سر و صدا وارد شهر شویم. تو برو روی این درخت بید بنشین تا من بروم پدر و مادرم را خبر کنم و ساز و دهلزن بیاورم. بعد تو را ببرم. دختر رفت روی یکی از شاخه های درخت نشست و پسر هم سوار اسبش شد و تاخت. همین که شاهزاده رفت یک دسته کولی آمدند و زیر درخت بید بار انداختند. کولی ها کلفتی داشتند که خیلی زشت بود. رفت سر جوی آب بیاورد. دید عکس یک دختر خوشگل روی آب افتاده. خیال کرد عکس خودش است. گفت من به این خوشگلی باشم و کلفتی کنم. ظرف‌ها را ریخت توی جوی آب و رفت پیش خانومش. گفت من به این خوشگلی کنیزی کنم. خانومش گفت مگر آینه خودش را گم کردی؟ برو گم شو 2 تا سطل آب بیار. کنیز سطل‌ها را برداشت و رفت سر جوی. باز نگاهش افتاد به عکس صورت خوشگلی که روی آب افتاده. خیال کرد عکس خودش است. سطل‌ها را توی جوی انداخت و دوید توی چادر. خانومش بعد از اینکه کتکش زد بچه‌ش رو به دست کنیز داد و گفت برو سر جوی آب دست و صورت این بچه را بشو. کنیز بچه را برداشت و آمد. نگاهش روی آب افتاد و باز عکس را دید. حسابی از اینکه با داشتن چنین صورت خوشگلی باید کنیزی و کلفتی کند کفری شد. به هر دست یکی از پاهای بچه را گرفت و میخواست که او را از وسط جر بدهد که دختر نارنج و ترنج از بالای درخت گفت بچه را ول کن وحشی. آن عکس من است که روی آب افتاده. کنیز بالای درخت را نگاه کرد. خیال کرد ماه روی درخت نشسته. دست و روی بچه را شست و تحویل مادرش داد. کاردی هم زیر پیراهنش قایم کرد و آمد زیر درخت و گفت اجازه می دهی پیشت بیایم و کنیزت بشوم؟ برگ های درخت گفتن اجازه نده اجازه نده. اما دختر که دلش به حال کنیز سوخته بود موهای بلندش را آویزان کرد. کنیز آن را گرفت و بالا رفت و کنار دختر نارنج و ترنج نشست و از او خواست تا سرگذشت خود را برایش تعریف کند. دختر نارنج و ترنج همه چیز را به کنیز گفت. بعد خوابش برد. کنیز سر او را برید و به جوی آبش انداخت. یک چکه از خون دختر زیر درخت افتاد و یک بوته گل رویید.